حضرت ابراهیم علیه السلام امام خداپرستا و یگانه پرستا بودند. شخصیتی که ضد شرک، ضد شریک آوردن به خدا مهنت زیاد کردن این حضرت ابراهیم علیه السلام هستند که پروردگار در قرآن بسیار ایشان را توصیف و تعریف کرده است. واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. در مراتب حضرت ابراهیم به خاطر بیارید، قرآن برای معرکه ها خونده پول نگیرید و معناهاش خوانید. واذکر فی الکتاب ابراهیم، در کتاب در مسئله و درباره ابراهیم خوانید. انه کان صدیقا نبیا، و پیغمبر بود، صدیق بود. اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. در مراتب به خاطر بیارید چون حضرت ابراهیم و پدرش آزر گفت ای پدرم، برای چی شما عبادت میکنید این چیزهایی رو که نمیشنوید، نمیبینید، ولا یغنی عنک شیئا، و حاجتتون نمیبرد. برای چی این عبادت میکنید؟ وقت جدا کرده در زیر همین صنم نشسته. حضرت ابراهیم پدرش رو با بت فروش بود. خدا بت فروختن حرام کرده است. این از جمله هم پختگاه حرام میدونه، چون که هم بت است. شکل انسان از شکل حیوان از شکل جاندار از هر چیزی که شکل جاندار میگیره کشیدنش هم ساختنش هم حرام است، فروختنش هم حرام است. روز قیامت خدا میگه که مانندی به خدا کرده، یعنی انسان من آفریدم، سگ من آفریدم، رنگ من توی هم کشیدی، فاحیوا ما خلقتم، آن چیزی که آفریدی و کشیدی جان در آب توی من میگه، جان در آب، مثلا هیکل ساختگی جان در آب میگه روز قیامت. یعنی کاری که بنده نمیتواند سفارش که میده این عذاب علیم است. بنابراین آن کاری که خدا میکند و از دست ما نمیبرد باید اون کارها رو نکنیم، چون این خاص خدا هست. برای چی گفتن حضرت ابراهیم پدر شما عبادت نمی‌کنید، چیزی رو که نمیشنود نمیبیند، حاجت شما رو نمیبرد. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پدر جانم شیطان را عبادت نکنید. این دلالت می‌کند که کسی که بر وسوسه شیطان میرود عبادت کننده شیطان است. این الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان با پروردگار عالم گناهکاری کرده است مگر شما شیطان را عبادت میکنید. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ای پدر جانم من بسیار خواطر هستم، خوف دارم که به سوی شما از جانب خدا عذاب نآید، پس دوست شیطان نشوید. قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، پدرشان که ابراهیم تو از دینی من، از خداهای من روی بگردانی. لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. اگر بزن از حقارت و دشمن دادن خداهای من باز نیستی، تو رو سنگسار میکنم و با همراهی من صحبت نکنم، سخن نکن دیگه. این در سوره مریم. در سوره انبیا خدا دیگر حادثه‌ای که با حضرت ابراهیم شده بود نقل کرد. تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. قسم به نام الله تعالی شما گفتم حضرت ابراهیم و قومشون اگر از این محله بیرون بروید خداهاتون رو معیده میکنم. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. همه خداها رو معتبر شکسته و ایران کرده غیر بزرگی کلانترین بت ایران نکردند و به دست او خبر تحت دادند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وقتی که از عید بازگشتن گفتن که این کارها را برای خدای ما روا دانسته است و خداهای ما را شکست است و ایران کرده است، او ظالم است. گفتن قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن یک جوانی بود نامش ابراهیم خداهای ما را حقارت و دشنام میداد، بت پرستی را تنقید میکرد، شاید همون کردگی است. قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. گفتم ای در نزد چشم مردم بیاورید و عذاب تا که مردم شاهد شوند که کسی خدای آنها را جزا میدهد ما او را جزا میدهیم. قال انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. این عمل زشت را با همراهی خداهای ما تو کردی ای ابراهیم. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. بلکه این کار کلانترین بتها کرد، رشک کرده به دیگر بتها. فاسألوهم، همه خداهای مردگی پرسیدن که کی شما این واقعه و حالت به گرفتار کرد؟ این کم ینطقون، اگر آنها خدایی که لطف کرده میتونسته باشن خداشون
همین که حضرت ابراهیم دروغ گفتن. بنابراین وقتی که مردم روز قیامت به نزد شمرده ابراهیم تو خلیل خدا، دوست خدا، تمام پدر پیغمبرها شفاعت کن که خدا حساب کتاب قایم کنه، ما را حساب کتاب کنن. در اینجا 500 سال از راست می‌ایستیم. حضرت ابراهیم میگه من خدا را شرم می‌برم برای من دروغ گفته هستم در دنیا. یکی از دروغ‌هایی که گفته میگه بل فعلوا کبیرهم، یعنی کلامشون کرد، بوتی کلامی کرد. فاسألوه من کان ینطقون، پرسید گفتن اگر خداوندتان سخن کرده میتونسته باشه. فرجعوا الی انفسهم، مردم به خداشون بازگشتن. واقعا ما چی عبادت کرده ایستادیم؟ یه چیزایی عبادت میکنیم که از خودش دفاع کرده نمیتونه، مگر از ما دفاع کرده میتونه. فقالوا انکم انتم الظالمون، گفتن ما آدمای ظالم شدیم. گفته خداشون ملامت کردن. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، سانی با ملت چیشون غلبه کرد. پدر و باباهامون این کار کرده آمدگی. پدر و باباتون اگر در راه خطا باشه شما باید راه حق بگیرید. آنها گفتن که نه، اگر ما ذکر ابراهیم گوش کنیم پدرهای بابای گذشتگان رو به خطا ابراهیم هر چیز گفته با یعنی کردن. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراهیم تکیه مردم مگر الله را یکسر و شما چیزی را عبادت میکنید که برای شما فایده نمیدهد و ضرر رسانیده نمیتونند و ضرری که به شما آمده است از سر شما دور کرده نمیتونند، مگر همین را عبادت میکنید. اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف به شما و به خداهایی که شما عبادت میکنید، عقل ندارید. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. گفتن ابراهیم سوزید و خداهای خود نصرت دهید، قصد خداها را بگیرید. گفته آتش کلام درگیرانیده حضرت ابراهیم مومین جنین گفته نیم آلت به سوی آتش هوا آتش بلند بود و نزدیکیش رفته ابراهیم هوا داده نمیشد. با آلتی که سنگهای درختهای جنگ در مسافه های دور هوا میدادن، با اون آلت حضرت ابراهیم به سوی آتش هوا دادن. وقتی که حضرت ابراهیم در آتش در هوا میآمدن، حضرت جبریل آمد هر من حاجتین یگان خدمت هست میگفتن. حضرت ابراهیم در هوا با آتش آمده است. زن که اما لک فلا، برای تو خدمت نیست، حاجت نیست. اما الی الله فحسبی الله و نعم الوکیل. اما با الله تعالی باشد کفایه کننده من و وکیل من. کاری که کارم رو به سوی او میسپارم، ذاتی که کارهای خود میسپارم الله است. خدا گفت که قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما گفتیم ای آتش خنک شو و سلامت شو برای ابراهیم. حضرت ابراهیم از بین آتش زیاد سلامت برآمد. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. آنها خواستن ابراهیم را به قتل رسانند، لیکن ما آنها را خودشان را اخسرین، خاطرین و ضرر دیده‌ترین انسان‌ها کردند.